سلام دوستان، امروز آمدیم شهرستان قوچان و یکی از دوستا ما رو معرفی کرد پیش آقای وحیدیان که گفتن برای حجامت آمدیم پیش آقای وحیدیان و دیدیم تخصص ایشون فقط حجامت نیست. آقای وحیدیان اصلا تخصصش خیلی بالاتر از این است و آقای وحیدیان خود شما توضیح بدین که برای دوستان عزیز فالوورا و شما چه خدماتی انجام میدین برای این دوستان. اولا که خوشحالم و لطف کردین که برای ما رو پسندین و قابل دونستین برای درمانتون. بنده کارشناس طب سنتی هستم برای تمام مشکلات دیسک، سیاتیک، آرتروز ها، تسکینش، حجامت، فست، واریس، بعد کاریوپرکتیک دیسک که به صورت تقریبا تضمینی درمان میشه و دردهای عضلانی، حتی تولگیری. متوجه این کلیه خدمات پرستاری و طب سنتی رو به صورت تمام علمی در خدمت تمام خراسانی‌ها عزیز و قوچانی و اطرافیان هستیم. دوستان یعنی کاراش تضمینی ها، تو پیجش هم برید، تو پیجش بیشتر توضیح دادن. دیسک کمر، پادرد، کمردرد، حجامت، یعنی همش 20 کاراش عالی. فقط باید بیایید ببینی از نزدیک. اخلاقش هم 20، مرامش هم 20 و با خانمش با هم دیگر کار میکنن. دوستان زنده باشید.